یک تعریف از وهابیت میخواستم از شما بشنوم. در قرن 12 هجری شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب از سرزمین حجاز برخیست. بعد از دوران تحصیل و طلبگی و سپردن و سپری کردن این دوره ها در عراق و در قسمتی از مصر، برگشتن به سرزمین حجاز و دعوت دادن مردم را به یکتاپرستی. علما را جمع کردند و زمانی که حکومت عثمانی در اونجا قدرت داشت و حاکم بود، بدیهی است که حکومت عثمانی یک نزدیکی تنگاتنگی با ایده تصوف و صوفیگری بود درشون بود. همون چیزی که که خیلی از کشورهایی که صوفی ها در اونجا غالب هستند، از رهه بارگاه ها و توسل به قبور، مثل آقایون صفوی در ایران. منتها فرق بین صوفی ها و صفوی ها اینه که صوفی ها دشنام نمیدند و خلفای راشدین لعنت نمی کنند، اما از لحاظ عقیده توسل به قبور و اینها تقریبا مثل هم، بلکه نزدیک به هم هستند و شرکیاتی در عقاید دارند متاسفانه، که شروع کردن برای دعوت به یکتاپرستی و طرفدارانی پیدا کردن، از جمله بزرگان و ریش سفیدان اون شهرها و اون روستاها که نهایتا تبدیل شد به حکم و کل سرزمین حجاز و نجد را به خود اختصاص دادند، بعد از اینکه عثمانی های ترک اینها را تصرف کرده بودند. و خلاصه عقاید وهابی یک نوع تجدید عقیده سلف، یعنی بزرگان دین هست. در قرن 4 هجری احمد بن حنبل در اوایل قرن یا آخر قرن 3 این عقیده را احیا کردند که اسمش گذاشتن سلفیت. در قرن 7 هجری شیخ الاسلام ابن تیمیه آمدند و این را گسترش دادند و در قرن 12 هجری محمد ابن عبدالوهاب آمدند این را تطبیق و عملی کردند. و آقایونی که از این ایده تبعیت می کنند معتقدند که باید به خدا متوسل شد، نه به مخلوق، و هر چی که انسان بخواهد از خدا بخواهد، نه از بنده خدا، زیرا قبر و مرده چیزی در توان ندارد، نمیشنود، نمیگوید و کاری ازش ساختنی است. خیلی بیخردی است که ما بیاییم و از یک مرده‌ای که نمیشنود و نمیگوید چیزی بخواهیم و درخواست کمک یا دفع مضرتی از این قبر یا صاحب این قبر کنیم. بنابراین همون آیه شریفه الیس الله بکاف عبده و وعبد ربک حتی یأتیک الیقین و ایاک نعبد و ایاک نستعین و کل توجهات را به خدا نسبت دادند و این هم صحیح است. اگر به آیات قرآن بنگرید تمام توجهات آیات به الله است. ارسال رسول برای شناخت الله است، نه شناخت مخلوق. لذا این 25 پیامبری که نامشون در قرآن هست و افرادی که نامشون در قرآن نیست از این پیامبران، رسالشون در خداشناسی یا شناساندن الله معبود به حق به ملتها و امتهای خود یکی بودن. فرقی بین این پیامبر و آن پیامبر در شناساندن الله معبود به حق برای ملتها و امتهایشان نبود و همینم رساله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خاتم این انبیا درباره شناساندن و معرفی کردن الله و این که این ذات اقدس سزاوار پرستش است، نه الهان و آلهه و خدایان دستساز و دیگری. خلاصه این ایده وهابیت را بنده عرض کردم. حالا یعنی این که آقا هر چی داری از خدا بخوا، تمام شد، غیر خدا بهش نزدیک نشو که به جهنم میروی. یعنی مردم را از شرک برحذر داشتن، کما اینکه قرآن مردم را از شرک برحذر می‌دارد و مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت کردن است. این ایده خلاصه ایده وهابیت در یک نیم سطری بنده خلاصه کردم.